روستای کوچک ایلینویس، انفیلد در ایالت ایلینوی آمریکا جمعیتی اندک داشت و فضای نیمه روستایی. در بهار سال 1973 در شب 25 آوریل اتفاقی رخ داد که این سکوت منطقه را با هم زد. گزارش دیدن موجودی عجیب که بعدا هیولای انفیلد نام گرفت. در حوالی ساعت 9 شب یکی از کودکان محلی گرگ گرت در حیاط خانه‌اش مشغول بازی بود که ناگهان با موجودی مواجه شد. او بعدها گفت موجود سپاه دارای پوست خاکستری، چشمان صورتی بزرگ و بازوهای کوتاه بود. تقریباً همزمان هنری مکدنیل به همراه خانواده‌اش به خانه بازگشتند و فرزندانش گفتند صدای خراشیدن در خانه را شنیدند. مکدنیل بیرون رفت و آن موجود را از نزدیک دید. 3 پا داشت، بدنی کوتاه، 2 بازوی بسیار کوتاه، 2 چشم صورتی به اندازه لنز چراغ قوه، قد 4.5 فوت، رنگ خاکستری. مکدنیل 4 تیر با تفنگ به سمت موجود شلیک کرد و موجود با صدای هیس مانند گربه وحشیگونه 3 جهش بلند زد و به سمت ریل راهن و بوته ها رفت. رد پاهایی هم در خاک یافت شد، شبیه رد پای سگ اما 6 انگشت. حدود 2 هفته بعد در روز 6 می 1973 مکدنیل بار دیگر تماس گرفت و ادعا کرد موجود را دوباره دیده. ساعتی حدود 3 بامداد در نزدیکی ریل قطار روی تراسس دیده شد که بی عجله پایین رفت. با افزایش خبرها افراد از اطراف آمدند تا هیولا را ببینند یا شکار کنند. گزارش شده که 5 نفر با سلاح به منطقه آمدند و دستگیر شدند به دلیل شکار غیر مجاز و آتش کردن اسلحه. رسانه‌های محلی و ایالتی داستان را پوشش دادند. روزنامه‌ها در 27 آوریل 1973 خبر را منتشر کردند. رد پا با 6 انگشت در خاک نزدیک خانه مکدنیل یافت شد. خراش‌های روی قسمت بیرونی ساختمان خانه مکدنیل ثبت شد. صدای ضبط شده ادعا شده است که توسط خبرنگار محلی در منطقه گرفته شده. موجود دریچه صوتی داشت که برخی آن را بیخ شدید توصیف کردند. با این حال هیچ لاشه یا عکس معتبر علمی از موجود ارائه نشد.